هلو گایز، من از شما خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که آسون ترین فارم کریکینگ رو براتون آموزش بدم که واقعا فارم آسونیه. من اینجا ساختم، فقط یه توضیح بدم چون ارزش نداره که باز بسازم. خیلی آسونه و سریع یاد میگیرید. قبل اینکه شروع کنم آموزش بدم اینم بهتون بگم که باید اینا بالا آب بسازید که زیرش کامل دریا باشه. فقط من اینجا ساختم که قشنگ‌ترش بتونید یاد بگیرید. برای شروع باید زیرش رو به این صورتی که اینجا گذاشتم یه 5×4 اینطوری ریزی کنید که ماینکارت هاپر بیاد و بره که هر لوتاش بیفته روی چوبا و بره توی چست که اینجا میتونید هر سیستمی که دوست دارید رو بچینید که واقعا اینجاش تا اینجاش که شد سیستم جمع آوری که واقعا آسونه. متریال خاصی هم اونقدر نمیخواد و راحت میتونید بسازید. بعدش باید این دوتا دور تا دور این دوتا ردیف شیشه رو بردارید. کریکینگ واسه اینجا استفاده بشه نمیتونید بیاد بیرون، شما راحت ترید. یه توضیح اساسی بدم اینجا. خب وقتی کریکینگ سانچ بهش ضربه میزنید و اون پشت روی دیوارا اون لوتایی که میخواد میشینه. خب بعد با حالا بهتون تا آخر میگم با یه دکمه اون چوبا بالا پایین میشه و همه لوتاش میریزه. بعد وسیله ماینکارت هاپر میره تو چست. بعد به این سمتی که 5 ردیفیه 5 استیکی پیستون بذارید به روی بالا. بعد این زیرش که اسم نمیدونم چیه میذارید. اینا باعث میشه که ردستون بچسبه بهشون و بلاک عادی نمیچسبه، برای همین بهتر. بعد اینجا 10 ردیف چوب 5 تایی میذارید میری بالا و حالا اینجا سیستم اولیه‌اش اوکیه. بعد با ردستون اینجا رو میبرید تا جلو. اینم بگم این چوبایی که برای پشت اینجا میذارید 10 ردیف که بچینید، خب باید اینا چی باشه؟ همین چوبای بایم جدید باشه. بعد میریم برای بالاش که به این صورت یک بلاک رو که اینجاش یه بلاک ردستون میذاره، یه دونه ریپیت به سمت مخالف فارم به رو حالت دوم باید باشه. بعد اینجا با ردستون میکشید بالا و کنار استیک پیستون رو میکشید و اینجا بالاش که استیک پیستون رو به پایین باید باشه که با یه ضربه بیاد. وقتی اونا میدن بالا این چوبا بده پایین. خب حالا که تموم شد اینجا را یه دونه از این بلاک ها میزنید، یه دونه ابزرور به روی پایین و یه دونه نوت بلاک روش میده. وقتی حالا این نوت بلاک رو بزنید باید چوبا بالا پایین بشه به صورت کامل که اینجا اون لوتایی که میخوان میریزه. و اینم بگم که باید کلا اسلب روش بزنید که خراب فارم در نیاد، یعنی بیرون اسپان نشه. البته که الان من شب بشه من اینجا ساختم بیرون اسپان میشه چون رو زمینه، ولی اگه شما رو آب بسازی اسپان نمیشه. اسلب میذاری رو به بالا. و یه قابلیتی کریکینگ داره اینه که میتونه رو ردستون هم اسپان شه، ولی ماب عادی نمیشه. ولی کریکینگ میتونه رو چی هم اسپان بشه، روی ردستون و اینا که اونجا هم باید چی کنید؟ اسپان بروف کنید کامل و این دور تا دور اسپان بروف شه.
خب الان حدودا فارم تکمیله و حالا 20 تا قلبه همین کریکینگ رو بردارید، به این صورتی که میگم بذارید، چوب میذارید پایین، همین چوبایی که با این جدیدا، و قلب بالا و باز روش چوب میذارید که اینجا روشن میشه. بعد الان فارم صورت کامل آماده است. بعد شب بشه شما اینجا دمیج میدید، بعد با این نوت بلاک بالا پایین بالا پایین میکنید، چوبا همه میره رو چوبا، میره تو سمت ماینکارت. و این هم بود از فارم. امیدوارم این فارم لذت برده باشید، یعنی از ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو خوشتون اومد منو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید که به دست کسای دیگه برسه. ممنون که ویدیو رو دیدید و اینم بگم که این آسون ترین حالت فارم بود. یعنی قرار اگر لایک های این ویدیو به 10 تا برسه، من چیه بعدیش هم میذارم که یه خورده سخت‌تره ولی خیلی بهتره. یه خورده سخت‌تره ولی خیلی بهتره. و لطفا ویدیو لایک کنید. همین چیز در موندن نمیمونه. گودبای.